میخوام دعوت بکنم از یک قاری بین المللی ناماشنا استاد شاکر نژاد رو تشویق بکنم. مگه چند تا استاد شاکر نژاد داریم؟ من بیام پایین؟ بفرمایید قربان سریعتون بشینید چند. ایشون استاد حامد شاکر نژاد هستن، میزبان محفل در شب‌های ماه مبارک رمضان. من میخوام دعوت بکنم از یک شاکر نژاد دیگه، حمید شاکر نژاد رو تشویق کنم. حمید ما سلام علیکم. به به ماشاءالله. خوش اومدید. حمیدمونه به افتخار حمیدشون. زنده باشی انشالله. استاذ رسالتی. من فکر کردم من حامد من حمید. من حمید واقعا معلوم نیست کدوم حامده کدوم حمیده. حمید جان بفرمایید. این دو چهره حقاً ستارگان آسمان تلاوت ایرانند و هر دو درجه یک. مهم اینه که ببینم که کی به اون یکی غلبه داره، کی سر از اون یکی. اصلا میشه فهمید یا نه؟ یه پدری هم دارن که این پدرشون هم استاد شاکر نژاد. بله پدرشون هم دیدم، خدا انشالله حفظ کنه. به افتخار پدرمون، بله به افتخار مادرمون، افتخار مادر بزرگوارشون. حامد جان شما بگو. حامد رو که هستیم خدمتش. چند تا خواهر برادری؟ شما عرض کنم که ما 2 برادر و 2 خواهر هستیم. 2 برادر و 2 خواهر. خواهرها هم توی عرصه قرآن هستن؟ خدمت شما عرض کنم استعداد ذاتی رو داشتم، ولی همون حامد رو که دیدن عبرت دیگه الحمدلله حامد آقا فرصت بهش که ندادم. یواش داره سر درد دل باز میشه. کی بزرگتره بین شما دوتا؟ من حدود 2 سال از حامد آقا بزرگترم. ماشاءالله. حمیدو تشکر. البته سنن اگر نه حامد آقا بزرگ خودش. کی زودتر شروع کرد تلاوت رو؟ خدمت شما عرض کنم که تلاوت قرآن رو ما همزمان شروع کردیم. واقعیت فضا اینطوری شروع شد که حاج حامد کلا شر بود، نمیتونستی کنترلش کنی. شر بود. حمید جان یه لحظه. شر بود. به هر هنوز هم هست. از حسنین به خواهر کار داره میکنه. هنوز هست. این روزا داره چی کار میکنن؟ خیلی حرف دارم، خیلی شیرینه این قابه، خیلی جذاب. شاید شما مردم هم کمتر دیدین واقعا. اونجوری نشستی، خب منم اینجوری میشینم. داستان اینطور بود که ما با هم شروع کردیم تلاوت قرآن رو، ولی کمتر جلسه میرفتیم که حاج حامد اصلا فضایی بده که من بخونم. آخه و بسیار مشتاق بود و البته یکی از رموز موفقیت که خود استاد ابوالقاسمی هم من بارها توی صحبتایی که انجام میدن تو بحث‌های آموزشی شنیدم اینه که بالاخره توی تلاوت باید یه جایی برسی که جسارت هم به خرج بدی. حاج حامدی جسارت خیلی داشت، یعنی دیگه از اعتماد به نفس بر وزن جسارت یه چیزایی دیگه بقیهش با دست بود. یعنی اوایل واقعا برای ما استرسا بود، چون هنوز تازه یاد گرفته بود که قرآن خوندن چجوریه، ولی میومد تو جلسه به همون لهجه مشهدی ما مخوام بخوانم. حالا جمعیت سنگین. خب اون زمان مسجد کرامت بود که خیلی جمعیت میومد، واقعا شاید در حد 1000 نفر تو بعضی شبا، شاید هم بیشتر. ولی خب اصلا کاملا با جدیت کامل میرفت جلوی جلسه میشست و ادعای خوندن داشت. هنوز یک سوره هم کامل مثلا تقلید صرف مثلا شاید بلد نبود. خب اینش خیلی عجیب بود حاج حامد و عملا فرصت خوندن از من گرفته بود دیگه. تا کی؟ و این تقریبا شاید اوایل، چون فاصله سنی ما خیلی هم نیست دیگه، حدود 2 سال بود، اول یکم من ناراحت میشدم که کمش حامد میره میخونه، به و چهچه مردم هم خب به سمت حامد شده بود. ولی کم کم من با این قضیه کنار اومدم. البته واقعا این نکته دقیقیه. مصیبتی بوده باش کنار اومد. چی کارش کنم؟ داداش هم دیگه. آقای قاسمی من حالا خداوکیلیش من ابتدا متوجه نبودم، ولی بعدها که گذشت که حالا یک فهمی بالاخره بیشتری بود، با خودم گفتم من تو سنین یه سر
خب مسابقات بین المللی رفتم، اول شدم. خب مردم اختلاف سنی که نداشتیم، میتونست حسادت اتفاق بیفته، میتونست ناراحتی به وجود بیاد، هر چیزی از این رنگ. بعد با خودم گفتم چجوری حاج حمید تحمل میکرده این همه هی حامد 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 گفتن ها رو. واقعا من شاید اگه جای ایشون بودم برام خیلی سخت بود. دل بزرگی ایشون دارن. آره ممنون، متشکرم. تمام حالا بگو اصلا. آقای ادامه جان، داستان اینطوری حالا شده داشت بود. از تو میگفت دیگه، حالا یه جمله تو گفتی کلا. همین الان میگه حالا تو بگو، حالا من بس کنم تو حالا بگو. جانم. آره همین جاست که میگه اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. حالا شما اون موقع که حواست به این چیزا نبوده، ولی واقعا خیلی وقتا باید دور رو از دیگران نگرفت. آدم دور بده به بقیه، خدا بهش جا میده. ای والله. خدا بهش جا باز. ای والله ای والله ای والله. ولی بعدش خداوکیلی با هم خیلی نشستیم. یعنی ما اون سال مسابقات جهانی عربستان بود که اول شدم، بعد دائم با هم تمرین میکردیم. یادت آجم؟ بله تمرین بود. مثلا غیر از اون من خودم یه ادامه قضیه اینطوری شده بود که نه تنها ناراحت نبودم، یه جوری شده بود که موفقیت حامد شده بود هم غم من. آخه که این خوب بخونه، ای بره بالا. دوستش داشتم، این شرش دوست داشتم، یعنی جسور بود بخوندن. البته خب حالا کنار اینا یک دردسرایی هم داشت دیگه، تو بازی‌ها تو کوچه و اینا شیشه میشکست یا بالاخره دست گلی آب میداد. حامد آره راست میگفت کار حمیده. باز من بعد میرفتم جا عجب آدمی بوده. آره ما پدرمون خدا حفظشون کنه، سایه‌شون رو سر ما باشه، زنده باشن. من توی برنامه هم عرض کردم من واقعا نه به قرآن علاقه داشتم، واقعا نداشتم. قرآن اگر میخوندم هدیه میگرفت. خدا بده رحم کرده فقط. خدا غیر این حاج حمید پدر این کارو من و حمید آقا یه شب پدرمون گفت که برای تو ساعت فلان میخرم، بریم جلسه فلان بخونیم. ما رفتیم، جلسه تموم شد ساعت 12 شب، ما پدرش در آوردیم. آخه همون شبونه که این یادت هیچ مغازه‌ای باز حالا نه من نبود با هم چیز کنیم. آره یعنی آخر سر یک مغازه‌ای پیدا شد که اونم در حال تعطیلی بود. ایشون این خرید رو انجام داد تا ما آره سکوت کردیم، آماده شدیم برای تلاوت بعدی. به پاس همه زحمت‌ها و به خاطر همه این اذیت‌ها، هر دوتای شما رو به اون دوربینی که الان بچه‌ها بهتون نشون میدن یه جمله برای پدر حرف بزنید. یه جمله. اول حمید آقا که مهمونمونه. خب بعد از سلام و عرض ارادت خدمت پدر عزیزم، انشالله که خدا حفظشون کنه و سالم و تندرست باشن و سایه ایشون همیشه بر سر ما مستدام. زنده باشی. قبل اینکه این نکته بگم، من خیلی رو لباسم حساس بودم. مثلا همین اطلاعاتی که حاج حمید میگفت، میرفتم شلوار لی و کاپشن لی میپوشیدم، میرفتم اصلا عرفم نبود، خیلی میپوشیدم، خیلی به لباس پوشیدن علاقه داشتم. این میرفتم جلو آینه. به لباس پوشیدن یه علاقه نگاه. داشتین؟ آها به لباس پوشیدن علاقه داشتین؟ خیلی تیپش سر به تیپش اهمیت میده. لخ گره میرفتم. آره آره. بعد خدمت شما عرض کنم که میومدم جلو آینه وای میستم نگاه میکردم، میگفتم مامان این خوب نیست. آخه آره دوباره طفلی اینو می آورد، بنده خدا اینو می آوردن. من سلام میگم خدمت پدر و مادرم، خاک پاشونم، ان شاءالله که از ما راضی باشن، ما رو حلال کنن بابت هم اذیتایی که زحمتایی که ماشاءالله به معرفتت. من دوست دارم بشینی، حالا که این الان قاب نشستم خوشگله، آره همینجا بشینی و ادامه بدی به نشستن. حمید برامون بخونه. بله. کجا رو تلاوت میکنی حمید جان؟ من میگم حامد بخونه بهتره. حامد زیاد میخونه توی برنامه. یا آقا اصلا یه چیزی میخواین همخوانی کنی؟ آره منافسه کنی. اول حاج حمید یک قطعه باشه. کوتاه بخونم، باشه. بعدش هم خودشون دوباره قطعه آرام بخونم. ولی من انصافا صدای حمیدو بیشتر دوست دارم، نمیدونم چرا. من اصلا کلا حمید دوست دارم. خب
یه صلوات محمدی بفرستین. ما صل محمد و آل محمد فرجهم. دیگه سوالی مطلبی کار داریم حالا صبر کن. من مگه میگذرم از امروز؟ خیلی قشنگ شد، خیلی قشنگ شد. منتظر امروز بودیم. چیکار کنم؟ ولادت آقا علی اکبر علیه السلام هم هست. تا دارن میکروفون رو نصب میکنن به پیشگاه شاهزاده ماهپاره آقازاده آقا سید الشهدا آقا علی اکبر علیه السلام یه صلوات امام حسینی بفرست. اللهم صل علی قبل از اینکه تلاوت رو آغاز کنم لازم بدونم کسب اجازه کنم مجددا از محضر اساتید جناب استاد رضوان درویش از کشور سوریه، جناب استاد ابوالقاسمی عزیز، استاد قاسمیان و استاد سید حسن الحلو از کشور عراق و آقا حامد عزیز. نحن أحببناك قبل أن نراك لأن أحببنا أخاك السيد، يعني أحببنا السيد حامد، حبيبي فعندما أحببناه أحببناك كثيرا قبل أن الله نراك. يحفظك. ما شاء الله. وأنا أحبكم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیگانه بیات نه بذار همه چی سیگار دعوا على بیات. ما نونی که خرابه بگیم بیات. میگیم بیات شده. نهاوند بخونید نامن که توش بیات باشه. نامند بیات. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر. الله نعم حرام ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم نعم نعم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الله با اجازه اوج بخونم. ها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الله يا سلام. الله الله. يا سلام. سلم. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ايوه ايوه كده. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله الله حلاوتك. ما شاء الله. يا سلام. الله الله. سلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم يا عيني. الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله 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 ما شاء الله الله ما شاء الله الله ما شاء الله اي نعم الله 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 استاذ حامد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله احسن حامد ما شاء الله احسنت إياك نعبد وإياك نستعين يا عيني الله على الجمال. يا عيني يا عيني يا عيني على الجمال. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط كده. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ما شاء الله. المغضوب عليهم الله 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم صل على محمد وعجل خیلی مخلصیم ممنون آقام جان خانم الله 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 سلام علیکم یا اول فصل خب حاج آقای شاکر نژاد خیلی خوش اومدید. بفرمایید وسط این دو تا دسته گل بشینید. بفرمایید. بفرمایید. اهلا اهلا يا حاج اهلا يا مرحبا يا مرحبا خوش آمدید. يا خوش مرحبا بفرمایید. بفرمایید. ما شاء الله. احسنت خوش آمدید همه تلاش کردیم که قصه تا لحظه آخر لو نره. احسنت عالی بود آقا خیلی خوش عالی آمدید. خیلی حاج آقا خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم. یه سلام علیکی شما بفرمایید با ما و مردم. سلام علیکم علیکم السلام. حضرت عالی سلامت باشین. عوامل این برنامه حضار محترم بینندگان شبکه 3 علل خصوص اساتید قرآن در سراسر کشور بلکه در دنیا احسنت احسنت دستبوس همشون هستیم زنده باشین. عرض باشد که در خدمتیم سلامت باشین. قربان شما ما حالا آقا حامد که این شبا مردم هنرنماییش رو دارن توی محفل میبینن ولی امروز بالاخره خیاطم تو کوزه افتاد. هم حامد نشست هم حمید جان نشست. دیدیم جای شما خالیه. خیلی متشکرم. رفقای من تمهیدشو چیدن که شما هم در بین دوتا آقازاده عزیزتون باشین و چقدر از شما گفتند و نمیدونستنم که شما اومدین ولی چقدر از اینکه شما مشوقشون بودید برای قصه قرآن. نظر لطفتونه
واقعا اینایی که دوستانی که میبینن برنامه رو حقیقتا خبر نداشتیم، یعنی هیچ کدوم از این خبر اتفاق خیلی بله واقعا ما خبر خبر نداشت. احسن، عالی بود. من که خبر نداشته باشم شما اصلا حاج آقای شاکر جان، من این سوال بکنم. بله فکر کنم ما اینجاییم استاد. کجا؟ بله. فکر کنم بله. که نمیخواستم بگم فکر کنم تو بچگی هم اون کسی که وسط های نونو میخورد حامد بود، کناراشو میداد به حمید، هرچی اوج خودش میخوند. آره از بچگی خلاصه حمید رو اذیت کردیم چون بله. میگفتن. حالا شما باید سهه بذارید به این حرف. اولا که خیلی جالبه این اتفاقی که الان افتاده که من وسط دو تا بزرگوار هستم کمتر در تو دوره بزرگسالی اتفاق افتاده. الان من به خاطرات زمان کودکیشون که کوچیک بودن بله این اتفاق بود، بالاخره آقایون کنار ما میشستن، ولی خب الان دیگه تحویل اون نمیگیرن دیگه. البته کمتر اتفاق میفته که پیش هم باشیم، یعنی همیشه اتفاق نمیفته در یک جلسه در یک محفلی اتفاق میفته که ما کنار آقایون باشیم. البته زمان کوچیکی هم حمید آقا خیلی مأخوذ به حیا بودن، حامد آقا یک مقداری گستاخ و ای والله حاج آقا، ای والله حاج آقا رو تشویق کنید. انتقام همه ما رو دارن میگیرن. توضیح نمیکنم. هر زمانی که وارد جلسه می شدیم قرار بود بیام خدمت مثلا استاد ابوالقاسمی بشینیم برای استماع. حامد چی میگفت؟ برمیگشتیم می‌دیدیم که حمید نیست. حمید کجای؟ برمیگشتیم هی بگرد، خلاصه بعد معلوم شد پشت یک مبلی پشت یک سر یک بزرگواری نشسته که ما نبینیمش. خب طبیعی بود که ما باید یک نفر در اون محفل تلاوت، اگر حداقل یک نفر قرار بود تلاوت بکنه، اون یک نفر خب پیشنهاد میدادن بلافاصله هم آقا برم شد میرفت بخوان. بله حمید آقا رو ما پیداش نمی‌کردیم، خب کمتر می اومدن جلو، وگرنه تجربه بیشتری داشتن. خب 2 سال حمید آقا بزرگترن از حامد آقا. مخلصی. میخوام این قاب رو اینجوری تموم کنم. شب ماه مبارک رمضان و ایام ماه مبارک رمضان و سال نو، هم حامد هم حمید جان دست بندازن گردن حاج آقا و قاب ما کامل بشه. انشالله که سالیان سال زنده باشین، سلامت باشین، پاینده باشین، به افتخارشون. ممنونم ازت. دیگه من دارم میرم برای ممنونم. متشکرم.